امروز مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، حربی، امنیتی بین دو دولت نیاز دارد که ما در سطح یعنی مقامدار بلند دولتی باید گفت و شنیدها و مناسبت‌های رفت و آمد داشته باشیم. انا گفتن امانت که گردش معاملاتی ما و استفاده تکنیک و تکنولوژی از دولت خیتوی در تاجیکستان خیلی جایگاهی خودش را دارد. این اولین سفر رسمی رستم امامعلی به چین به حیث رئیس مجلس ملی است. تحلیلگران سیاسی بر این سفر شخصی دوم رسمی تاجیکستان به چین از چند لحاظ مورد توجه قرار می‌گیرد. عبدالملیک قادیروف تحلیلگر تاجیک تخمین می‌زند که رستم امامعلی همچون شخص دوم رسمی در حکومت تاجیکستان به چین رفته است. البته در قطار اون هدف‌های رسمی که اعلام شده اند شاید یکی از دیگر هدف‌هایش اون باشد که رستم امامعلی همچون وارث امام علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن به نزد همسایه‌های مقتدر و یکی از پشتیبان‌های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است تا اینکه خودش معرفی کند، تا اینکه اونها هم مقامات چین هم دانند که با کی در آینده همکاری میکنند سر و کار خواهند داشت. شورای رادیوی آزادی ریتستندش میگوید که در کشورهای آسیای مرکزی عنعنه معرفی راهبران آینده در چین نیز معمول می شود. ما همین گونه حالت را در ترکمنستان مشاهده کردیم. در عرفه سر قدرت آمدن سردار بردی محمدوف، او هم چند سفر به پکین و ولایت شینجان انجام داده در ملاقات سطحی بلند از ترکمنستان نمایندگی کرد. ما می‌بینیم که سفر چین این به یک عنعنه مبدل می شود و همین طور رهبران آینده احتمالی به چین سفر می‌کنند. سفرهای پیوسته خارجی رستم امامعلی به کشورهای خارجی را می‌توان بخشی از آمادگی او به رهبری کشور دانست. سالهای اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امامعلی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسر 36 ساله خود بسپارد که شهردار دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین فرد تاجیکستان به شمار می رود.